حقیقی ضربه رو خواهد زد. رضا قوچان نژاد رو ملاحظه می‌فرمایید. هر دو تیم دو تا بازی در پیش رو دارن. یک موقعیت دیگه برای تیم ایران، حرکت عمقی در منطقه جمعه انجام میشه، فرصت به توی دروازه، گل دوم برای تیم ایران با ضربه وحید امیری. ضد حمله حساب شده و ضربه تمام کننده امیری نتیجه بازی رو 2-0 میکنه. نتیجه باور نکردنی برای تیم ایران. بیرانوند و سایر نیمکت نشینا هم میان. اینجاست که حرکت شروع میشه، یه حرکت 3 نفره سریع و پاس خوب قوچان نژاد با پای غیر تخصصی و همینطور ضربه نهایی با پای چپ وحید امیری. اولین گل ملی وحید امیری به چه تیمی هم زده میشه؟ تیم 15ام جدول فیفا. و دروازه چه دروازه‌بانی هم باز میشه، کلودیو براوو، دروازه‌بان تیم بارسلونا.